از دست مادر ظالم 4 دخترش بیوه موند. السلام علیکم دوستان عزیز. این قصه درباره یک خانواده دهاتی است که بدبختیشان از دست نزدیکترین آدم، مادر خانه، سر زد. پدر خانواده که از روی تقدیر معیوب شده بود و در عرابچه می نشست، ناتوانانه شاهد تمام این ظلم بود. 4 دختر جوان که باید تحصیل می کردند، مجبور بودند که از خردی به کار سخت مشغول شوند تا مادر طمعکارشان عیش و عشیرتی خود را تأمین کند. این مادر که از پول مهنت دختران استفاده می برد، برای خیانت قدم نهاد. رسوایی او باعث آن شد که شوهران 4 دختر یکی پس از دیگر آنها را جواب داده آنها را بیوه کردند. پدر که این همه شرم و درد فرزندان را دیده نتوانست، از غم جاه داد. در آخر مادر ظالم نیز از قصاص تقدیر رها نیافت و در یک صدمه مدهش معیوب شد. این حکایه داستان درد فرزند و عاقبت بد ظلم است. زندگی سنگین 4 دختر. خانواده در یک دهه خرد زندگی می کرد. سرور خانواده، مردی معیوب، با چشمان پر از مهر به 4 دخترش نگاه می کرد. اما جسم ناتوانش او را از حمایه آنها باز می داشت. او در عرابچه معیوبی زندانی بود. مادر خانواده برعکس پر از طمع و خودخواهی بود. او مهر مادری را فراموش کرده بود. 4 دختر از خردی مجبور بودند که به جای مکتب در صحراهای گرم و یا کارخانه‌های دور کار کنند. مادر آنها را از تحصیل محروم کرد و می گفت پول از همه دانش‌ها بهتر است. هر بگاه وقتی که دختران خسته به خانه برمیگشتند، مادر با یک دست تمام معاش مهنتی آنها را می گرفت. او این پول را برای خود و عیش و عشیرتی مخفی صرف می کرد. دختران در حالی که جوانی و قوهشان را به خاطر مادر قربان می کردند، به قدری کافی غذا هم نمی خوردند. پدر در عرابچه خود می نشست و از این ظلم روی راست عذاب روحی می کشید. اما از ترس مادر خاموش بود. زندگی دختران به غلامی بی صدا مانند بود. بعد چند سال 4 دختر به سن بلاغت رسیدند. هرچند آنها دانش مکتبی نداشتند، اما با مهنت کشی و خلق نکویشان به شوهر برآمدند. شوهران آنها مردان خوب و با آبرو بودند. پدر معیوب که این خوشبختی فرزندانش را میدید، امیدوار شد که اکنون آنها از دست مادر نجات یافتند. اما مادر که پول مهنت دختران را در دست داشت، به حیات نو عادت کرد. او نمی توانست به زندگی عادی برگردد. مادر پول غیر قانونی به دست آورده‌اش را صرف می کرد و رابطه های مخفی با مردان بیگانه و ثروتمند پیدا نمود. آوازه ها درباره رفتار ناشایسته مادر به زودی در تمام دهه پهن شد. در جامعه آنها آبروی عائله از همه چیز بالا بود. شوهران دختران که با سبب مادر آنها مورد تمسخر قرار می گرفتند، به خشم آمدند. آنها به پدر معیوب که در نزدیکیشان گریه می کرد احترامی زیاد داشتند. اما رسوایی مادر داغی دهشتناک بر روی تمام عائله‌شان گذاشته بود. این آوازه ها به زودی به قرارهای سخت مبدل گشتند. اول شوهر دختر کلانی زنش را به خانه پدری آورد و با یک دل پردرد گفت من نمی توانم با عائله‌ای که آبرویش در کوچه ها ریخته است زندگی کنم. مرا ببخشید، اما من جواب زنم را می دهم. پدر در عرابچه‌اش می نشست و از این ضربه اول شکست. بعد این 3 شوهر دیگر نیز یکی پس دیگر با همین بهانه رسوایی مادر زنهایشان را جواب دادند. در یک مدت کوتاه 4 دختری که با امید زندگی نو به شوهر برآمده بودند بیوه شده باز به همان خانه ظلم برگشتند. مادر در این حال هم خود را گناهکار نمی‌دانست. به جای پشیمانی او دخترانش را تحقیر می‌کرد. شما ضعیفید، به مردان دل نبندید، از پس من روید و زندگی خود را کنید. این سخنان مادر زخم دختران را عمیق‌تر می‌کرد. آنها درک کردند که نه تنها از تحصیل و مهنت حلال محروم شدند، بلکه
از خوشبختی اویلوی نیز محروم گشتند. مرگ پدر از غم. وضعیت در خانه طاقت فرسا شد. 4 دختر که از سبب مادر بیوا شده بودند، هر روز پدر را با چشمان اشک‌آلود می‌دیدند که در عرابچه خود خاموشانه عذاب می‌کشید. پدر از جهت جسمانی ضعیف بود، اما درد روحی او را هر لحظه می‌کشت. او نتوانست فرزندانش را از این رسوایی نجات دهد. شب مادر از واخوری نوبتی خود خیلی دیر برگشت. پدر در نزد درآمدگاه نشسته بود. او به مادر با نگاه ناتوانی و غم نگریست و آهسته گفت: تو همه ما را کشتی. من نمیتوانم این بار وزنین را بردارم. صبح روز دیگر دختران پدر را در عرابچه‌اش به جان یافتند. سبب مرگ سکته قلب گفته شد. پدر از غم و اندوه زیاد و رسوایی فرزندانش جان داد. این مرگ اوج فاجعه عائلوی بود و برای دختران مادر به قاتل پدر مبدل گشت. مرگ پدر یگانه راه نجات روحی او از این ظلم خانوادگی بود. بعد مرگ شوهر مادر هیچ عبرت نگرفت. او فکر میکرد که اکنون آزادی کامل به دست آورده است. او به جای توبه و پشیمانی برعکس با همان مردان بیگانه مناسبت‌هایش را ادامه داد. دختران او را بسیار سرزنش کردند، اما فایده نداشت. روز مادر با یکی از دوستان ثروتمندش که به او وعده‌های دروغین زندگی خوشبختانه را در شهر میداد، از خانه برآمد. دختران از پشت او گریه میکردند. آنها در ماشین گرانبها با صورت بلند به شهر میرفتند. از بی‌احتیاطی و سروسیمگی در راه کلان ماشین به برخورد سخت دچار شد. این یک صدمه دهشتناک بود. مادر از این صدمه زنده ماند، اما سخت مجروح شد. دختران گفتند که وی شاید تا آخر عمر معیوب بماند. دوستی ثروتمندش از ترس او را در آنجا پرتافته گریخت. این جزای روی راست بود. مادری که پدر را به سبب غم معیوب کرد و دختران را بیوه، اکنون خودش به حالت پدر افتاد. این قصاص تقدیر بود که همه آرزوهای عیش و عشرت او را در یک لحظه خراب کرد. دختران مادر معیوب شده را از بیمارخانه به خانه آوردند. هیچ کسی از دوستان ثروتمند مادر به نزدش نآمد. تنها 4 دختر بیوه که از ظلم او عذاب کشیده بودند، از روی فرض انسانی و فرزندی او را نگاه و بین می‌کردند. مادر در بستر بیماری بار اول پشیمانی را حس کرد. او به دخترانش با آواز اشکبار گفت: مرا ببخشید. من ظالم بودم. پدرتان از من بهتر بود. این فاجعه دختران را به متحد شوی آورد. آنها فهمیدند که دیگر به کسی بغیر از مهنت و یکدیگر تکیه کردن نمیخواهند. با وجود بی‌تحصیلی، آنها با استفاده از تجربه کاری خود کاری خردی خود را آغاز کردند. آنها از زنجیر ظلم رها یافتند. هرچند بیوه بودند، اما با مهنت حلال و پاکی آبروی خانواده را آهسته آهسته برقرار کردند. عبرت این حکایه این است: ظلم، طمع و خیانت همیشه جزای سخت دارد. نجات و حیات نو تنها از مهنت حلال و وجدان پاک سرچشمه می گیرد.